درباره سنگک سفرов یک اوباش بود، 23 سال در چشته بود، در محبس شده بود و در محبس عبوری نداشت. در همون بین محبوس‌ها در زندان‌های زمان شوروی محبوسان به کاتگوری‌ها داخل میشن، 1 و 2 3 4 و 5 بالای بتر. این در آخرین رأش بود، در آخرین همون درجه، یعنی درجه نداشت، یک دوزی قطاری بود. سنگک در کلوب در بوفه کار میکرد. بعد که از سنگک اینا قهرمان ساختن، گزیت جمهوریت یک مقاله نوشته بود که وای سنگک سفرov گرچه که در بوفه کار میکرد هیچگاه آب را با عرق یک جای نمیکرد. تصور کنید این از قهرمان رحمان. درباره سنگک سفرov وقتی که قوه‌های بین اسلامی دموکراتی و آزادیخواه در دوشنبه میتینگ ها تشکیل کردن. در دوشنبه واقعا میتینگ هایی بود که تا 100,000 نفر آدم اشتراک میکرد. اولین میتینگ ها در اتفاق سوویتی بودن، در همون شوروی سابق. بعضی میتینگ ها تا 90 100 150 دوام کرده بودن. ما شب در هم میدان ها میخوابیدیم و همون شفا در هم میدان ها هم سرود میخوندیم، از خواب بیگران خیز. در هم میدان ها مردم نماز میخوندن. این بسیار عجایب بود. و وقتی که فهمیدن که در تاجیکستان نیروهای ملی به سر قدرت می‌آیند، مخصوصا روسیه وقتی که چی استیل پشت کرده بود، بسیار کوشش کردند که همین منطقه تحت نظارت خودشون دارند و اونا تکیه کردند به همین قوه‌هایی که مثلا ضد ملی بودند. پیدایش سنگک سفرov هم تصادفی نیست. سنگک سفرov که همون نماینده عالم اوباشی تاجیکستان بود، بعداً رهبری نراد فرانت شد، یعنی فرانت خلقی شد و اینا بسیار فرانت خلقی اصلا اینا کسی نبودن، لیکن اینا عراق و اسلحه از کشورهای دیگه میگرفتن، از روسیه میگرفتن، از ازبکستان میگرفتن و بسیار در حق مردم خیانت کرده هستند. من با یک نفر برادر روسی که همراه سنگک سفرov و همین فرانت خلقی کار میکرد صحبت داشتم و یک چیزایی نکردم که واقعا دهشت بود. باید میگو که ما نمیدونیم که مردم ملت تاجیک تا همین درجه بیرحم میشود. همین آدمای سنگک سفرov و امام علی رحمانوف گوشای مردم میبریدند. شد که با زجگرکه همین ریشای علاب میزدند. دهشت‌هایی که سنگک سفرov برای تاجیکستان کرده است این خدا نشان نداد. و بعدا سنگک سفرov سبب آن شد که رحمانوف راهبر تاجیکستان شود. در همون سیاسی خوجند، در همون تبادلات خوجند، اوبرای سنگک وقت بسیار کلام بود و سنگک تاکید به کارکی کرده بود که باید آدم ایمان شود. و وقتی که رحمانوف رهبر کشور شد و سنگک هنوز در حیات بود، این بسیار به پاس را میدر آمد و هر کاری میخواست میکنه ببینه اون. بعد رحمانوف همون وقت این تدلمه خیانت سر کرده بود. رحمانوف نقشه از بین بردن سنگک کشید و سال 1994 بعد 3 یا 4 ماه رحمانوف به قدرت آمدن. ما یادم هست در تهران بودیم که همین خبری کشتن سنگک سفرov به ما رسید. وقتی که سنگک سفرov میکشتن، البته سنگک سفرov با وی کشتن، با سپارش رحمانوف کشتن. اونا با فیضلی با هم واخوری داشتن و همدیگرشون پروردن. از همه عجایبش این است که تا حالا حکومت معلوم نکرده است که همین سنگک سفرov کی کشت. درباره لنگریف ها پیش از آن که درباره برادران لنگریف ها گفت زنم میخوام یک توضیح دهم که مردم کولاب، بسیار جماعت های کولاب در وقتش خیلی سادگی کردند و به همین افسانه های رحمانوف باور کرده از رحمانوف پشتیبانی کردند. و شما ببینید که کولاب، مردم همین شریف کولاب از همه بسیار در همین جنگ شهروندی اذیت دیدند، عذاب کشیدند، بهترین فرزندهاشون از دست دادند. و این روز خدا به شکر مردم کولاب هم فهمیدن که اینا یک کثیف دستگیری میکنند. من نام همین آدم نمیگویم، لیکن من با یکی از آدمان خیلی با نفوذ کولاب بخوری داشتم و به من یک چی گفت: ما گناهگاریم، ما خدا ما گناهگار حساب میکنیم که ما همین رحمانوف دستگیری کردیم. شما ببینید یعقوب سلیموف، غفار میرزایف اگر اینا نمیشدن مگر رحمانوف به سر قدرت میآمد. اینا یعقوب بیچاره محبس کرد یعقوب
اقلا در زندان نمی اندازد. این قدر دشمن نامرد است. یعقوب سلیموف در یک کامیرا ویران کردن تمام قانون‌ها است که یعقوب سلیموف حتی در زندان نیست، در یک گوشه تنهایی در کلیبه نگاه می‌دارند از ترس. یا غفور میرزایف با حکم ابد داد، تمام خویش تبارش نیست نابود کرد. و درباره برادران لنگریف ها، بله ما باید اعتراف کنیم که در جنگ شهروندی قهرمان ندارد. همه اونهایی که در جنگ شهروندی اشتراک کردن گناهکار هستند. ما باید که همدیگر را بخشیم. من باوری دارم که این مردم شریف کولاب هم بسیار چیز فهمیدن، از جمله همه آدمای بانفوذ کولاب که و برادران لنگریف ها که رحمان به سر قدرت آورده بودند. برای همین اگر احمد بگو باشید، من فقط میگم که ما به گذشته باید صلوات بگیم. اگر ما همین گپ کنه بود کردن گیریم به جای نمیرسیم. بله ما باید حقیقت رو بدونیم. ما باید خائن‌ها رو نبخشیم، خائن‌های گذشته رو، خائن‌های حاضر رو و خیانتکاران فرداینه رو. اما آدمایی که کمبودی کردن، اما آدمایی که خطای خودشون نفهمیدن، اما آدمایی که توبه کردن، ما باید با آنها باشیم. و شما ببینید اگر رحمان انصاف می‌داشت، مثلا پسر سنگک سفرов رو، کسی نبود سنگک سفرов بود که رحمان به سر قدرت آمد. ما بله به سنگک سفرov نفرت داریم، اونه که این رحمان پدر لعنت سنگک تو پدری من میگفت، تو معلم من میگفت، من کودک چه میگفت، من یگاه از گپ تو نمیبرم بود. هم خودی سنگک کشت، هم فرزند سنگک بوده حبس کرد و هم با دادری همین دولاب سنگک سفرov هم بوده حبس کرد. این یگان کسی نمیبخشد. برای همین این من به مردم شریف کولاب مراجعت میکنم که برادران عزیز کولابی، شما به خاطر گذشتگانتان، به خاطر آن که بهترین فرزندان شما رحمانوف نابود کرد و زندان کرد و به قتل رساند، به خاطر آن که نام بلند شما رحمانوف پس کرد، باید در صف پیش مبارزه باشه، باید در رده اول باشه، باید در قطار اول باشد که همین گناه، همین خطای، همین سیاهی، همین داغ از روی درخشان کولاب تراشید.